اشکا من نمیرم سفر. بدون ما سفر کاریه. پس جواب زنگمون رو باید بدی. چشم. برار بارفیکس هم زدم، بعدش چی باید بزنم؟ ای بگیدم نگاه مسترابم برو. بله مستراب من بعد تو بگی. برار ما الان سوروردیام بعد کجا برم؟ ویز بلد نیستم، می‌خواستی نری ویزمو توی الان آدرس میدی یا نه؟ قد نکن تیکه تیکه بگو، قد نکن. فیلم چی می‌بینم؟ شام میشن؟ نه سریال. اون راگنار بود. اصلا می‌خوام بخوابم، نمی‌خوام. آقای داماد وکیلم. یک لحظه نظرت. برار ازدواج کنم یا نه؟ نه؟ همسر عزیزم ببخشید برارم میگه نه. نگاه پلیس مون زده بغل چیکار کنم؟ اول بیمه رو بدم یا گواهینامه؟ نگاه سلام بکنم بهش نکنم؟ شیشه رو بدم پایین یا ندم؟ آقا می‌خواستی نری ما الان گیر کردم. بابا ازم باور نمیشه. او باش خطیدم نگاه مرتضی است. تو میوت کنم کنفرانس میکنم اس ام اس بده چی بگم؟ خب اس ام اس بده چی بگم؟ خداحافظ. الو سلام مرتضی جان. نگاه براری دو رنگم داره. جفتش خوبه. جفتش بپوشم الان. برار میگه دیشب جواب نداده آنتن نداشته. میگه منطقی نیست کات کن. کجایی؟ اومدم کافه. جدی؟ آ دیگه با فودرو یه کافه خیلی خوب نزدیک خانه‌ام با تخفیف خیلی خوب پیدا کردم. چه باحال. اگه 3 بار از فودرو استفاده کنی تو قرعه کشی یک دونه آیفون 17 برنده میشی. داداش میگم چی کار دارم قطع کن؟ لازم همزمان با صحبتمون کارت انجام. 4 ساعت چیزی نیست. 4 ساعت چیزی نیست. برار مازی خوش اومد. خانم ببخشید. رفیقم شما رو کار داره میخواد بگه ما از شما خوشم اومده. دیگه کم کم بخوابم. نه خیر. کجا میری؟ لالایی میگی تو ما بخوابم. به نفسم گوش بده بخواب تو هم. فدا سرم که خواب بودی دوست اومده خانم. هاب دیوانه صدای دو. سلام علیکم. خوب هستن آقای دوست؟ میخوای شما با گوش با دوستم صحبت کنیم چی میخوای برداری؟ راحت باش.